په دې لوست کې موږ غواړو د یا ډولونه زده کړو. در این درس می‌خواهیم انواع یا در زبان پشتو را یاد بگیریم. السلام علیکم ګرانو دوستانو، څنګه زه شایم او هیله کوم چې تاسو هم ښه یاست. زالیم او دلته د خوږ پښتو ژبه درس ورکوم. سلام دوستان عزیز، حالتان چطور است؟ من خوب هستم، امید که شما هم جور باشین. من علی هستم و در اینجا زبان شیرین پشتو رو براتان یاد میتم. د یا ډولونه، انواع یا په پښتو ژبه کې پر 15 ډولونه باندې ویشل کېږي. یا در زبان پشتو به 5 قسم تقسیم می شود. قسم اول نرم یا به معنای یای ملایم. این نوع یا که در زبان دری هم از او استفاده می کنیم برای اسمهای مذکر استفاده میشه، مانند سړی به معنای مرد، منگی به معنای کوزه، لرگی به معنای چوب، زلمی، توریالی. این دو اسم هم اسمهای مذکر هستند. قسم دوم څرګند یا به معنای یای واضح. این نوع یا که در پایین خود 2 نقطه در کنار هم داره برای اسمهای جمع مذکر و بعضی از اسمهای نسبتی استفاده میشه، مانند سړی به معنای مردها، منگی کوزه ها، لرگی چوب ها. خب شاید تا اینجا را براتون سوال پیش آمده باشه که قدر یا چطور تلفظ میشه و ما چطور در وقت تلفظ بین اونا تفکیک قائل شویم. در آخر ویدیو براتون یک تکنیک بسیار خوب یاد میتم که هر 5 نوع یا را به آسانی تلفظ کنین. البته ناگفتن نماند که تمرین کردن زمینه به دست آوردن هر مهارتی است. اما یای نوع سوم اوږده یا به معنای یای طولانی. این یا که در زیر خود 2 نقطه زیر هم داره برای اسمهای مؤنث استفاده میشه، مانند ادی به معنای مادر و ناوی به معنای عروس. قسم چهارم یای تأنیث است به معنای یای مؤنث. این یا که در آخر خود یک زبر داره برای اسمهای خانمها بیشتر استفاده میشه، مانند سپوږمۍ، تورپیکی، توکی. اینها همه نامهای خانمها در زبان پشتو است. یای قسم پنجم و آخرین قسم یای امریه است که به او یای مخاطب هم میگن. این یا که در بالای خود یک همزه داره برای فعل امر استفاده میشه، مانند زی به معنای بروید، وخری به معنای بخورید، وڅکئ به معنای بنوشید. اما یا در زبان پشتو از لحاظ تلفظ در کل 2 نوع هست. این 2 قسم یا را ببینین، چه فرقی بین اوناست؟ آفرین، یاهای سمت راست نقطه ندارن و یاهای سمت چپ نقطه دارن. نرم یا، یای تأنیث و یای امریه، این 3 یا نقطه ندارن. حالا برای تلفظ اونا کافی است حرف ما قبل اونا را یک زبر بتیم. دقت کنین، حرف ما قبل اونا را زبر بتیم، نه خودشانه، مانند سړی، سپوږمۍ، وخری. و حالا 2 یای نقطه دار ما چطور تلفظ میشن؟ اوږده یا به صورت ا و څرګند یا به صورت ای تلفظ میشه، مانند اده، ناوه، سړی، لرگی. و در آخر براتون یک تمرین دارم. در بخش کامنت ها برام بنویسین که این 2 کلمه یعنی کخینی او کشینی به معنای بنشینید و زرگی به معنای قلب ها در هر کدام از این کلمات
چه نوعیا استفاده شده. خب عزیزان، این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که این درس براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو را دوست داشتین او را لایک کنین و اگر میخواین زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس های جدید عقب نمانین. و اگر سوالی داشتین حتما در بخش کامنت ها از ما پرسان کنین، چرا که من حتما جوابتان میتونم. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. پا مخ دیگه ده خدای پامان.